کارمندان شعبه یکمی وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره با گرفتن اخبارات اپراتیوی و سنجش سریوقتی آن توانستند حیات و سلامتی دو خردسال 5 و 7 ساله را از مناسبت بیرحمانه شخص پرستاری و تربیت آنها را به عهده داشته بابایشان مدامینوف حامد کاملویچ سال تولدش 1974 استقامت کننده جماعت دهات نوگیلم شهر اسفره حفظ نموده آنها را از تربیت ناسالم نجات دهند. ثبت ویدیویی دسترسی میلیسیا شده است که در آن دیده می شود گمان برشده حامد مدامینوف سنه 16 ایون تخمیناً ساعت 15 در منزل استقامتیش نابیرگان خردسالش را که ناتوانیشان عیان است با استفاده از قبوری رزینی لاتوکوب و بیرحمانه عذاب و عقوبت جسمانی میرساند. مراجعه دوستان من خودم نمیدونم کیفم بود مست بودم مالی دیدنی نبود همین غیر رو دیدم که من همین کارا کردم سخت شدم. خردسالان فرزندان دختری گمان برشته می باشند که تربیت آنها را به پدر و مادر واگذار کرده است. متاسفانه طور میلیسیا معین نمود اصول تربیت و نگاهبینی کودکان با شیوه استثمار کننده براه مانده شده است که قابل قبول نیست. گمان برشته حامد مدامینوف نشان داد می‌دهد که در حالت مستی نسبت نابیرگان مناسبت بیرحمانه نموده است. البته در چنین وضعیت خردسالان از خود محافظتی عاجز می باشند. این حال از طرف شعبه‌چه تفتیشاتی شعبه یکی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره نسبت مدامینوف حامد کاملویچ پرونده جنایتی با ماده 117 قسم 2 بندهای آ و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که جوابگری جنایتی را برای عذاب و عقوبت جسمانی یا روحی برای منتظم لاتوکوب نمودن یا اصول دیگری زورآوری پیش بینی می‌کند. آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. مقامات کارهای داخلی با منظور نمودن مطلب مذکور شهروندان را هشدار می‌سازد که به تربیت و پرستاری فرزندان شخصاً مشغول شده با واگذار نمودن این مسئولیت به دوش دیگران حیات و سلامتی فرزندان را زیر خطر نگذارند. آغاز پرونده جنایتی با دسترسی طلبات قسم 2 ماده 117 کودکس جنایتی عاقبت بدرفتاری نسبت خردسالان میباشد که جزای حبسی را پیش بینی می‌نماید.